پدر شمسوا سعدالله فصل در اینجا حضور دارم. از نام حکومت جمهوری تاجیکستان از نام خود با شما پدر و مادر عزیز یک جهان تشکر و منتداری به پایان بیان می نمایم برای چنین فرزندی با ننگ و ناموس و با آری که شما تربیه کرده به وی رسانیدید. شما خرسندترین پدر و مادر هستید که تمام خوشی های زندگی و آرزوهای در قلبتان بوده را نصیبتان گردانده است و این روز شاهدی حال است. مردم دعای نیک میکنند، ثواب میگیریدند. از این کاری خیر ثواب دیگر نیست. هزارها هزار نورسان، کودکان، طفلکان در این مؤسسه تعلیمی معرفتی صاحب دانش، صاحب سواد میشوند. آینده زندگی حیات مستقل از زمینجا به کمال میرسند. شمسوا سعدالله اقدام کردند که سال آینده باز یک مؤسسه تعلیمی و یک کارخانه دوزندگی برای 200 نفر بانوان، برای 100 نفر کودکان باغچه بچه ها ساخته به استفاده میدهد. احسن. شایبکار رحیمов اکمل مرکز دلخوشی کرده است برای 500 نفر جای کار. بسیار زیبا، صفتی بلند. کودکان دیگر سرسان نمیشوند، شهری دوشنبه نمیروند. در همینجا داخل شهری وحدت هم یک شهری بزرگ 400,000 اهالی. سالهای 90 پایتخت مملکت هم همین 400,000 300 چند هزار اهالی داشت. خیلی زیبا. صاحبکار رحیمов خودش صاحبکاری میکند در روسیه، لیکن زادگاهش فراموش نکرده است. باز اقدام گرفتن که جناب عالی من در یک سال دیگر یک کارخانه استحصال محصولاتی آذوقه‌واری، کارخانه کارکردی برآوردن هر گونه شیرینی ها یعنی کنفت ها و دیگر با صدها جای کاری میشود. حجم استحصال محصولاتی صنعتی زیاد میگردد. عموما شهری وحدت صاحبکاران بسیار با معرفت و صاحبکاران بسیار بقوت دارند، تاجران بقوت دارند. میتونند اگر در انمی مثل صاحبکارانی که وی کردن دست جمعانه شهری وحدت را به یک شهری صنعتی و زیبای مملکت مبدل گردانند. حالا با در نظر داشت افزایش اهالی از حساب صاحبکاران و خود اهالی در دههای چهارباغ، فرشتی، بنیاد بیناهای نو ادامه داشته وقتهای نزدیک آماده و به استفاده سپاریده می شوند. روزهای نزدیکترین در محله 14 شهر از حساب شرکت طبیعی جمهوری مردم چین ساختمانی باز یک مؤسسه تعلیمی با 1200 جای نشست آغاز می‌گردد و تا آغاز سال تحصیلی آینده به استفاده داده می‌شود. این تحفه پرزیدنت برای شما است. دوم مؤسسه‌ای که من از حساب شرکت‌های خارجی و شهر وحدت با در نظر داشت افزایش اهالی تحفه کرده ایستادیم. هموطنان عزیز، اگر شما خواهش گذشتن گرانیت را داشته باشید، پس برادر در خدمت شماست. خوبیش در چی است که در وقت پاتنت گرفتن به شما کمک می‌دهد که به اجرت مقصد نرین کارتون حل میکنید و یک خوبی دیگه دارد که اگر شما با این کمپانی دوباره 250% اسکیت است، حتما با رقم‌های در روی اکران بوده زنگ زنید و کار خود را حل کنید. قابل ذکر است که در زمان صاحب استقلالی در شهر وحدت 104 بینای مؤسسه تعلیمی با 20,000 جای نشست با مبلغ عمومی بیش از 75 میلیون سومانی بنیاد و موردی بهره برداری قرار داده شده است. تنها سال 2018 در دهه‌های گوناگون شهر در مجموع 56 سیمخانه ایلاوگی برای قریب 30,000 نفر خواننده از حساب صاحبکاران و اهالی
با مبلغ عمومی 11 میلیون سومانی ساخته با استفاده سپاریده شدند. طبق معلومات تا هنوز در شهر وحدت از 600 انشاءاتی با نقشه گرفته شده 150 انشاءات و بناها مورد استفاده قرار داده شدند. وابسته به این رهبران شهر و دیگر ساختار و مقامات دخلدار وظیفه دارند که همکاری را با صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و اهالی باز هم بیشتر تقویت بخشیده جهت سری وقت و با صفت بلند با آخر رسانیدن ساختمان انشاءاتی باقی مانده تدبیرهای علاوگی اندیش. با دستگیری حکومت مملکت و با جلب سرمایه داخلی و خارجی طی 3 سال آخر در شهر وحدت بیش از 30 کارخانه و کارگاه‌های استحصالی بنیاد گردیده. امروز شماره عمومی آنها به 67 رسیده است. در کارگاه و کارخانه‌های نوبنیاد و دیگر انشاءات شهر بیش از 13,000 جای کاری تأسیس داده شده است که 8,000 آن جای کاری دائمی می باشد. در نتیجه حجم استحصال محصولات صنعتی افزایش یافته تنها در نیم ساله اول سال 2019 نسبت به همین دوره سال گذشته 4 برابر زیاد شده است. ضرور است که چنین صورت میم بعد نیز تامین کرده شود چون که با اقتدار پوره فعالیت نمودن کارخانه‌های موجوده و بنیاد کارخانه‌های نو امکان می‌دهد که شهر وحدت به یکی از منطقه‌های اساسی صنعتی و اگراری کشور تبدیل داده شد. علاوه بر این تاکید می‌نمایم که در شهر امکانیت و ذخیره‌های استفاده نشده هنوز خیلی زیادند. بنابراین برابران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت سپارش داده می شود که در همکاری با وزارت اداره صاحبکاران و توسط جلب هرچه بیشتری سرمایه داخلی و خارجی جهتی در زمینه اشیاء خام محلی با فعالیت در آوردن اقدارهای موجوده تأسیس دادن کارخانه و کارگاه‌های نو استحصالی و برآمدن استحصال محصولات تیار صنعتی تدبیرهای مشخص اندیش. تحلیلان نشان می‌دهند که اجرای برنامه رشد اجتماعی اقتصادی شهر وحدت برای سالهای 2016 و 2020 در سطح قناعتبخش قرار دارد. برنامه ذکر شده که از 193 لایحه با مبلغ عمومی قریب 1 میلیارد سومان عبارت است در دوام 3 سال از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری به اندازه قریب 800 میلیون سومانی کارهای بنیاد و برقرارسازی به سامان رسانیده شدند، یعنی بیش از 72% اجرای نقشه 3 ساله تامین گردیده است. نه در همه شهر و ناحیه‌های مملکت چنین کار برآمده شده است. سال 2018 در شهر وحدت حجم عمومی محصولات کشاورزی به 736 میلیون سومانی و در نیم ساله اول سال 2019 با 186 میلیون سومانی برابر شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد می باشد. در انکشاف ساحه کشاورزی و افزایش درآمد خواجگیان بخشی رستنی پروری نقشی مهم دارد و از این سبب در شهر به این مسئله توجه بیشتر ظاهر کرده شده. حجم استحصال محصولات در سال 2018 بیش از 409 میلیون سومانی را تشکیل داده است. سال 2018 حجم محصولات چهارره‌داری بیش از 326 میلیون سومانی را تشکیل داده است که در مقایسه با سال 2017 قریب 10% زیاد می باشد. در رابطه به این مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت ضرور است که جهت با محصولات آذخواری با صفت باز هم بهتر تامین کردن اهالی و در این زمینه افزایش دادن حجم محصولات صادراتی تدبیرهای علاوگی را راه اندازی نمایند. زیرا در شهر برای قانع گردانیدن طلبات اهالی باز هم افزایش دادن استحصال محصولات کشاورزی و با صادرات برآوردن آن امکانیت‌های وسیع موجودند. از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده و برای تعمیر و برقرارسازی شبکه‌های آبیاری بهتر نمودن حالت ملارت زمین‌ها، استفاده ثمرناک زمین‌های موجوده و با آب پالیزی تامین نمودن زراعت‌ها از جمله کارهای مهمترین رهبران و متخصصان در این سمت باشد. کشاورزان شهر وحدت
در بخش‌های باغداری و سبزواتکاری تجربه زیاد دارند. لیکن رشد این بخش‌ها هنوز هم قانع کننده نیست. اقلیم مساعد این موضوع امکانیت می‌دهد که میدان باغ‌ها را در تل و تپه‌ها و زمین‌های لرزی زیاد نموده پرورش نوع‌های سیرحاصل درختان برآورده شود و طلبات بازار داخلی به میوه تر و تازه تامین کرده صادرات نیز افزایش پیدا نماید. در موضع فخرآباد ناحیه خراسان طی چند سال اخیر 2500 گکتار باغ‌های نو انگور و میوه بنیاد گردیده 1700 جای کاری دائمی مهیا کرده شده است. چنین امکانات حتی از آن بهتر در موضع چهارمغزک شهر وحدت نیز موجود است. لیکن چنین شرایطی بهترین تا امروز ثمرناک استفاده نشده ایستاده است. با استفاده از شرکت فعالان و نمایندگان مردم اینچنین صاحبکاران شهر وحدت میخوام یک مسئله مهم را خاطرشان نمایم. به استقبال ارزنده جشن مبارک و مقدس ملی امان 30 سالگی استقلالیت در قلمرو کشور بنیاد از نوسازی بیش از 22,000 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده است و روز به روز شماره انشاءات صاحبکاران و مردم سخاوت پیشه و بانگ و ناموس همراه شده ایستادند، زیاد شده ایستاده است و این شماره در 2 سال آینده شاید 1.1 برابر زیاد شود. باید گفت که زیاده از 80% آنها با تشبث و مبلغ‌زاری صاحبکاران و تاجران و اهالی شهر و ناحیه‌های مملکت بنیاد کرده میشد. در شهر وحدت صاحبکاران با ننگ ناموس و شخصان همت بلند و سخاوتمند خیلی زیاد. آنها می توانند با تشکیل کارگاه و کارخانه‌های 3 ساله خصوصا دایر به کارکرد محصولات کشاورزی در موضع‌های خوشباد و هوا و استفاده هرچی بیشتری آب‌های شفابخش، بنیاد نمودن اینفراستراکچور سیاحی و جلب سیاحان داخلی و خارجی، رشد سیاحی طبابتی و اکولوژی، پرورش میوه‌های صادراتی، سبزوات و ماهی پروری برای همدیاران خود جایهای نوی کار تأسیس دهند تا که آنها کمتر به مهاجرت مهنتی روند. موافق معلومات آماری در شهر وحدت سال 2017 4 کارخانه پرنده پروری فعالیت داشته 2.4 میلیون دانه تخم و 472 تن گوشت پرنده استحصال شده بود. سال 2019 شماره کارخانه به 11 رسیده. در نیم ساله یکم استحصال تخم به 31 میلیون دانه و گوشت پرنده به 651 تن رسانیده شده است که در مقایسه با همین دوره سال 2018 استحصال تخم قریب 8 میلیون دانه و گوشت پرنده 328 تن زیاد شده است. این نشان دهنده ها در برابر این که پیشروی نظر است و سهم صاحبکاران در استحصال مواد غذایی پرهیزی، تأمین بازار استعمالی و حفظ امنیت آذخواری کشور می باشند. اینچنین راه بهترین تأسیس جایهای کاری برای ساکنان محلی به حساب می روند. ولی این دستاوردها در مقایسه با امکانات‌های زیادی که شهر وحدت دارد حالا هم کافی نیستند. حکومت مملکت واردات تمام نمودهای خوراکی چاروا، پرنده و ماهی را از انداز و باش‌های گمرکی آزاد کرد تا که این ساحه‌های ازالانه باز هم ترقی نماید. ما از 1 اوگوست برای چاروا، تمام نمودی چاروا، خوراک چاروا، پرنده، ماهی از تمام ادعاسا آزاد کردیم که مردم توانند ساحه چارواداری، پرنده پروری و دیگر را رشد دهند. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.